الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. موضوع ما از چخیلی که با شما گفتیم از کتاب رد قاطع به معروف راسخ و هم مسلکونش و البته برای شما معلوم است که یعنی که این موضوع ها و این بحث ها و این کذابین و این جهمی هایی که شب و روز اینقدر به شیخ ابو محمد مدنی و دیگر طالب علم ها و حتی تمام موحدین تکفیر کردند به خاطر یعنی قوم خود، به خاطر انمون عقیده باطل خود که عقیده باطل اینها همین بود که در نزد اینها یهود نصارا و مشرکین و طاغوت پرستان مسلمان است، مسلمان لغوی. در بعض جو مسلمان گفتند، در بعض جو مسلمان لغوی. بالاخره این در همین مسئله مسلمان لغوی و مجازی یا اینکه مسلمان لغوی و مجازی نامیدن کفار و مشرکین بود که شیخ مؤلف شیخ ابو محمد مدنی علامه خراسان حفظه الله و رعاه این را یعنی چیکار کردند؟ نوشتند این رساله رو. بسم الله الرحمن الرحیم داخل میشویم به داخل رساله. بسم الله الرحمن الرحیم. پیشگفتار: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. در آن روز لا ينفع نفع نمیرساند، نه مال انسان و نه فرزندای انسان، مگرم اون قلب سالمی که الله سبحانه و تعالی به این انسان چیکار کرده است؟ عطا کرده است. به کی؟ به همون بنده ای که قلب سالم عطا فرموده است الله سبحانه و تعالی. قلب سالم چی است؟ قلب سالم این قلب توحیدی، قلب ایمانی، قلبی که در او توحید حقیقی هست، قلبی که در او ایمان حقیقی هست. انمین گونه قلب صاحب قلب و انمین گونه موحد واقعی یعنی نجات بیابد. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ای کسانی که ایمان آورده اید، از الله آنگونه که یعنی که آنگونه که حق تقوا دارد الله سبحانه و تعالی، یعنی تقوا بکنید از او، حقا در حقیقت بترسید، در حقیقت از او تقوا بکنید و از آن چیزهایی که منع میکند دور بیستید و با اون چیزهایی که امر میکند با او چنگ بزنید. چگونه که بزرگترین چیزهایی که الله سبحانه و تعالی هر یکی ما و شما تمام انسان و جن رو از اون منع میکند این شرک است. و اعبدوا الله ولا تشركوا به شیئا. الله را عبادت کنید با او شرک نورزید. و بزرگترین امری که الله سبحانه و تعالی امر میکند تمام بندگان انس و جن رو که یگانه او را عبادت کنیم به عبادتی یگانه خودش و نمیرید در حالی که مسلمان باشید. ولا تموتن الا و انتم مسلمون. یعنی انسان در حالت چی؟ در حالت مسلمان بودنش حرکت کند به توحید
حقیقی، به اسلام حقیقی، به ایمان حقیقی. کسانی که به زبان ایمان آوردند، به زبان اسلام آوردند، البته ظاهر اونها در نزد ما مسلمان است. ظاهر اونها رو ما میبینیم، ما مسلمانشون میبینیم، اما اصل این نیست. یعنی اصل ما مسلمان گفتن ما نجات اونها نیست. نجات اونها در ایمان حقیقی هست، در اسلام حقیقی. اما حکم به ظاهر که هست، ما به ظاهر حکم میکنیم، ما از قلب‌های مردم که خبردار نیستیم، لیکن الله سبحانه و تعالی آگاه است. الله از قلب‌های هر یک ما و شما آگاه است. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا. ای مؤمنان، از الله بترسید و سخن حق و استوار بگویید. سدید، قول سدید این لا اله الا الله است. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم: لا یشکر الله من لا یشکر الناس. حدیث در کتاب ادب المفرد باب من لم یشکر الناس آمدگی است که حکم حدیث را البانی صحیحش میگوید. خلاصه در اینجا رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که کسی که از مردم اگر تشکری نمی کند، از الله سبحانه و تعالی تشکری کرده نمیتواند. یک انسان با مادر خودش اگر شکر کرده نتواند، یعنی شکر کردن چی؟ پدر و مادرش چقدر فرزند رو کلان میکند، چقدر نگاه و بین میکند. زمانی که فرزند گریه میکند، به تمام ذوق، به تمام خرسندی، بدون خفه شدن، بدون از او رنجیدن، فرزندش رو به آغوش میگیرد و به او طعام میدهد و او رو، یعنی بعضی سخنها قطعی شاید، بعضی حرکتها قطعی، یعنی برداشته کمی چیکار میکند، کمی از همون برای گریهش خاموش شدن، بعضی سخنها رو میگوید به او. خیلی بعضی ها شاید قرائت میکنن، شاید بعضی سخنهای عرفیه که میگویم. بالاخره چقدر فرزند رو به تمام عذابها در بطنش میبردارد. 9 ماه در بطنش مادر چقدر فرزند رو کلان میکند، در حالی که فرزند وقتی کلان میشود میبینی بعداً، البته موحدین این کار رو نمیکنند، موحدین این کار رو نمیکنند، اما انسان هایی که الله را که نمیشناسند، پس یک انسانی که به انسان زنده اگر شکر کرده نتوانست، چگونه میشود که به الله شکر بکند؟ قدر و قیمت انسانی که او را کلان کرده است، قدر و قیمت او را نداند، چگونه قدر الله سبحانه و تعالی را میداند؟ این قدر و قیمت موحدین را که سبب به هدایتش شده است، قدر و قیمت اونها را نداند، چگونه می شود که قدر الله را میداند؟ البته که به این معنی که این منت است به کسی. البته که باید انسان به یک انسانی که به هدایتش سبب شد شکرگزار باشد. یعنی شکرگزار چی گونه؟ شکرگزار همین گونه که نصرتش بدهد و در برش بایستد و صادقانه، این به خاطر شخصی نیست، به خاطر دین الله پیش بردن علم
و به همین عمل، به همین فعلش چیکار بکند؟ دین الله رو نصرت بدهد و تشکری خود رو به الله سبحانه و تعالی، شکرگزاری خود رو به الله نشان بدهد. خب انشاءالله که دوام کتاب خونده میرویم. البته فارسی هست لیکن بعضی کلمات شاید و بعضی اونو فهمو شد، لیکن آیسته آیسته انشاءالله که کلمه ها به نهایت، جمله ها به نهایت واضح، آشکار، ساده، یعنی همه میتواند که بفهمد. خب قلمفرساها بسیاری شده، وقتها زیاد در بین انسانها ضایع گردیده است. حنجرها بسیاری به صدا در آمدند تا انسانها را طی گذشتی صداهای سال به ناکجای باد ببرند و چی بسا افراد با ظاهر مسلمانی برای قدم گذاشتند که به بارهای منتهی شد و چی انسانهایی که زندگی کردند اما هرگز زنده نشدند، زیرا زندگی باید هدفمند باشد و وگرنه چیز جز مرگی نیست که نقاب زندگی را به خود گرفته است. یعنی البته که زندگی هر یک انسان باید مقصدناک باشد. مقصد اساسی این رضاگی الله سبحانه و تعالی هست. مقصد اساسی به جنت داخل شدن و جمال الله سبحانه و تعالی را دیدن است. وگرنه این مقصدها البته که اگر نباشد، این مرگ به مثل یک نقاب است، یک نقابی که پنهان شدگی هست، یک و یک باره انسان رو میگیرد، از دنیا میبرد. در آخرت ظاهرش که دیگر بود، باطنش دیگر بود، در اونجا معلوم می شود. برای همون هر یکی ما و شما باید چیکار کنیم؟ هر یکی ما و شما باید حرکت کنیم که در حیات خود باید یک مقصدی که به رضاگی الله سبحانه و تعالی ما رو میرساند، این مقصد رو داشته باشیم که این هم باشد البته دین الله رو آموختن و به این عمل کردن و نصرت دادن اهل انمین توحید است. بله، روز خراسان، این مهد تمدن علم، با ضبط احادیث با ضبط احادیث گوهربار رسالت محمد صلی الله علیه و سلم صدای داشت. آن صدا الگوی نوشتار بسیاری از برجستگان علوم دینی را به تحیر برانگیخت. یعنی البته زمانی بود که در خراسان چقدر علما بود، در خراسان چقدر علماهایی که شیخ بارها یعنی چیکار کردند، بارها علماها رو بیان کردند. علمای خراسان رو، چقدر علمایی که از سلف بود، از در خراسان، علما از سلف، ابو حاتم الرازی و ابو زرعة الرازی و عبدالله ابن مبارک، امام بخاری
محدثین، دو بزرگترین محدثانی که به مثل بخاری و مسلم، امام ترمذی، ابو داود سجستانی و دیگر علماها از کجا؟ از خراسان. در این خراسان چقدر علماهای زیاد گذشته هستند و البته تا به امروز هر یک، ما فقط به اهل توحید نه، به دیگر کسانی که هستند به اهل بدعت میگوییم، به اهل بدعتی که استادهای خود به خود اله کرده هستند، به خود رب گرفته هستند، به مثل انمین معروف راسخ، به مثل شاگردان هم مسلکانش، یک مرتبه از یک علمای سلف آیا اینها درس کردگی هستند؟ از کتاب علمای سلف آیا درس کردند اینها؟ به مانند عقیدت الرازیان آیا درس کردند؟ نه. آیا در مسئله توحید، در مسئله عقیده آیا اینها درس کردند؟ نه. آیا در مسئله فرقه شناسی ها، فرقه های باطله به مردم چگونه که سلف ما، چگونه که احمد ابن حنبل، چگونه که امام بخاری، ابو حاتم الرازی و ابو زرعة الرازی و دیگر علمای سلف که اهل بدعت به گونه که اونها رو پاره کرده به امت نشان میدادند، ردیه ها میزدند، به مثل اینها یکی از اینها آیا به این امت آیا اهل بدعت؟ البته اهل بدعت از کفار و مشرکین هست و مثل حزبی ها و از کسانی که بدعت مفسقه هست، مکفرین و مفسقه و مثل حزبی و مثل قبوری و دیگراش. آیا از اینها امت رو اینها آگاه کردن؟ آیا از اینها امت رو خبردار کردن از شرک و کفر و بدعت های اینها، از ضررهای اینها؟ البته نه. فقط برای آبروی خود همین کردن رفتن. خیلی که معروف راستی خودش گپ میزنه. زمانی که حق اومد، زمانی که خطاگیش معلوم شد، زمانی که موحدین حقیقی که حق خواه هستند میخواهند حق ظاهر شود، نمیخواهند که حق از کسی پایان باشد، میخواهند که حق همیشه اولین درجه باشد. زمانی که باطلش، زمانی که کفرش، یک سخن مجمل کفریش معلوم شد که برادر ما ابو اسماء به او گفتند که در اینجا شما نمیخواید سخن گفتید، آمد و بله گفت مقصد من این نبود، گفت اما زمانی که نام شیخ را گرفتند، کبر شیطانیش و عقیده شیطانی، کبر یهود، عقیده یهودیش بیدار شد. نه گفت در اینجا سخن من اصطلاح است، گفت این اصطلاح قرآن استعمال شده است. گفت بعدن آیت آورد. بالاخره مقصد پیشگفتاری که در اینجا کردگی هستند کمی دور و دراز است. با مقدمه انشاءالله که داخل می شویم.
خب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل للحق ناصرا وللباطل قاهرا، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وإمام الموحدين صلى الله عليه وسلم. اما بعد. امروز جهمی های زمانه بر اساس فهم باطل خود با غلط استدلال غلط از چند آیت قرآن، خیلی که ما میدونیم از کدام آیت ها، مذهب جدیدی رو به وجود آوردن که مخالف به منهجی که هست، مخالف به منهجی سلف الصالح رحمهم الله می باشد. این مذهب جدیدی که جهمی های عصر به وجود آوردند، این در پایان البته خیلی که میگون در اینجا ذکر می شود. کسانی که کفر بر طاغوت ندارند و یا کسانی که کفر اکبر ظاهر را انجام داده اند و یا حتی یهود و نصارا و مشرکان و ملحد و کمونیستان، این همه کفار هستند، ولی مسلمان خطاب نمودن و مسلمان نامگذاری کردن، یعنی نامگذاری کردن آنها جایز است. و این همه کفار مسلمان لغوی هستند، نه حقیقی. انمین چی بود؟ انمین سخنهای این جهمی ها، سخنهای معروف راسخ، سخنهای ابوالغریب و سخنی ابوالغربا، یا اینکه غربا، یا اینکه ابو ابراهیم است که است سخن او. این است شبهه این جهمی های زمانه که مخالف قرآن و سنت و اجماع سلف این امت و انکار نمودن تکفیر عاذر المشرک است. واقعا یعنی اینها میگویند که اصل نظر کنید که مسلمان لغوی اگر از نظر محمد امین شنقیطی اگر نظر کنیم، هم مسلمان لغوی رو مسلمان ظاهری میگویند. اینها میگویند که نه، این به کفار استفاده برده می شود. یعنی اینها کافرها رو مسلمان ظاهری میگویند، اما مسلمان حقیقی نه. فهمیده استید؟ انشالله با همون جایی که محمد امین شنقیطی میگویند به اونجا هم انشاءالله که میرسیم. خب، جهمی های زمانه جهت اثبات این اعتقاد باطل خود 3 آیت را حجت گرفتند. یعنی برای مشرک ها را مسلمان لغوی گفتن 3 آیت گرفتند. 3 آیت کدام بود؟ جهمی ها در مرحله اول تنها از این 2 آیت، سوره مبارکه نساء و سوره مبارکه نساء آیت 136 و سوره مبارکه بقره آیت 208 استدلال نمودند و کفار را مسلمان نامیدند. و ما هم به جهمی ها جواب گفتیم
و در کشف شبهات اهل بدعت در فهم این دو آیت رساله را تعلیف نمودیم که رساله اول به نام کشف شبهات اهل بدعت در کفر و طاغوت بود. یعنی منتشر گردید. بنااً از شما خواهش می نمایم که رساله اول را حتما مطالعه نمایید. البته خطاب شیخ که اولین رساله رو وقتی که نوشتند، بعدا اینها بعد از این سخن و کمی تغییر یافتند. ولی وقتی ما به جهمی ها در رساله اول جواب گفتیم و ضلالت آنها را بیان نمودیم و حق و منهج سلف صالح را در فهم این دو آیت ذکر کردیم، جهمی ها به آیه 14 سوره مبارکه حجرات چنگ زدند و باز شبهه افکنی را در بین موحدین شروع نمودند و گفتند که الله در این آیه کافر را مسلمان خطاب نموده است و در همین اساس ما هم همه کفار را مسلمان لغوی می نامیم، نه حقیقی. البته این شبهه ها رو ذکر کرده بعدا انشاءالله در این شبهه ها رو همشه در خاطر گیرید و کتاب در نزد خود باز کنید و به این شبهات به تمام وجهش یعنی که جواب گفته می شود. به همون در بالای آیت 14 سوره حجرات و در بالای این دو آیت و حتی اینها با محمد امین شنقیطی سخن محمد امین شنقیطی را نفهمیدند، به او هم یعنی به فهم باطل خود تهمت زدند. و بنده تصمیم گرفتم که در رد این جهمی ها عصر در فهم آیه 14 سوره مبارکه حجرات این رساله دوم را به شما ارائه نمایم تا از حقیقت آگاه شوید و از اهل بدعت و مجالس آنها دور باشید و ایمان و توحید خودتان را حفظ نمایید. البته اینجا شیخ یعنی تصمیم خود را گفته ایستادند. الله سبحانه و تعالی اولا شیخ را حفظ کند و هر یک موحدین باید در حق این گونه طالب علم که همیشه در غم موحدین است باید دعاگو باشد. الله سبحانه و تعالی حفظ کند شیخ که اینقدر در غم عقیده موحدین و در غم خود موحدین هستند که حتی ذره شبهه شد وگرنه برای خاصتا برای شیخ و برای دیگر طالب علم ها این مسائل ها را برآمدن خیلی بیان کرده و گذشته رفتن هیچ مشکلی نیست. اما خاکساری غمخوری موحدین در همین دیده می شود که حتی به سخن اکتفا نکرده به رساله یعنی نوشتن که تا اینکه موحدین بعضی ها شاید به گوش کردن امکان ندارد لااقل به خواندن یعنی چیکار میکند؟ به خواندن یعنی حقیقت رو میفهمد و دلیل ها رو نظر میکند گشته و برگشته. چنانچه الله سبحانه و تعالی میفرماید که در یعنی دوام کتاب
هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. الله سبحانه وتعالى هو الذي او ذاتی است که قرآن را بر تو فرستاده که برخی از یعنی بعضی از آن کتاب، بعضی از آن آیات های کتاب چی هست؟ محکم است که اصل و مرجع سایر دیگر آیات های کتاب است و بعضی دیگر از آنها متشابه است. دیگر بعضی آیات ها متشابهات است، از متشابهات است و آنان که در دلشون میل به باطل است فاما فاما الذين في قلوبهم زیغ. زیغ یعنی کجی. یک انسانی که مثلا همیشه سخنهای موحدین به کجی میفهمد، یعنی در قلبش یک معمایی دارد، این در قلبش پرابلم دارد. مثال سخنی که آشکار و واضح است، مثال شیخ در یک جا میگویند که تمام یعنی چقدر انسان‌هایی هستند که مثلا از توحید بیخبرند. میگن چقدر انسان‌هایی هستند که از توحید بیخبرند. همین گپ گجاش نوفهمو است. گجای همین گپ نوفهمو است. مثلا بعد در دوام همین گپ وقتی که شرح میدهند که بله چقدر انسان‌هایی که یعنی ادعای توحید میکنند به نام مسلمان‌ها، ادعای توحید میکنند که از توحید بیخبر است. انسانی که در قلبش کجی هست این سخن رو این نادرست فهمیده رفتن میگیرد و همچنین کسانی که در قلبشون کجی هست آیت رو هم خوندن، آیت رو درست نمیفهمند، آیت رو درست نمیفهمند. برای چی؟ برای که در قلبش معما هست، قلبش کسل است، بیمار است. چشمی که خیره باشد البته خوب دیده نمیتواند. یک انسانی که بیمار باشد، کسل باشد، بعضی وقت میشود انسان بیمار شود، حتی زبانش بعضی چیزهای شیرین در زبانش تلخ میشود. تصور کنید این واقعه در خود بنده شدگی است. یعنی وقتی انسان بیمار میشود بعضی چیزهای شیرین وقتی میخوردیم تلخ میشد، یعنی تلخ مینمود. برای همون انسان که البته که قلبش که بیمار باشد، البته این بیماری هایی که جسمانی میشود در انسان این اصل این نیست، اصل بیماری قلب است. یعنی اینو برای مثال آوردن که اصل بیماری در قلب است که قلب که بیمار شد البته که میخواد به سوی گمراهی میرود. برای همون از الله سبحانه و تعالی همیشه دعا کنیم که ربنا لا تزغ قلوبنا، پروردگارا قلب ما رو بعد از هدایتنا، بعد از اون که هدایت کردی به سوی کجی نبر، از یعنی به سوی زلالت رفتن و به سوی گمراهی رفتن ما رو نگه دار. خب و آنان که در دلشون، در قلبشون یعنی میل به سوی باطل دارند یا اینکه در قلبشون کجی هست، از پی متشابهات رفته تا به تعویل کردن آن در دینی، یعنی به جای میرسند که تعویل میکنن، بلاخره به این تعویلشون چیکار میکنن؟ فتنه میکنن. انسان به سبب همین تعویلش فتنه میکنه. معروف راسخ آیت آورد
ба нафси худаш тафсир кард. Абулғариб оята овард, Сулаймон алайҳиссалома, яъне ки сураи Намл ояти 38 буд, овард, ба нафсаш тафсир кард ва ба нафсаш такфир кард. На ба Қуръону Суннат, на ба Қуръону Суннат. Омад гуфт ин сураи Намл ояти 38 далолат ба ин мекунад, ки Сулаймон алайҳиссалом офтобпарастонро мусалмон гуфт. ва ҳар касе ки ҳаминҳоро мусалмон нагӯяд, мусалмони луғавӣ нагӯяд, худаш кофир аст, занаш талоқ аст гуфт. Аллоҳул мустаъан. Яъне шумо агар офтобпарастҳоро такфир накунед, офтобпарастҳоро, яъне офтобпарастҳоро такфир кунед, агар шумо худ кофир мешавед. ин маноти нафсонӣ сохтаи инҳо аст. яъне ҳар касе ки инҳоро мусалмони луғавӣ нагӯяд, яъне мусалмони луғавӣ дар назди инҳо кофир аст охир. яъне ҳар касе ки инҳоро мусалмони луғавӣ нагӯяд, ӯ кофир аст мегӯяд. аммо мусалмони луғавӣ ин мусалмони зоҳирӣ, ба мусалмони зоҳирӣ Муҳаммад Амини Шинқитӣ истифода бурданд. ба мусалмони зоҳирӣ, ҳукмӣ, исмӣ. хоб, ва касе ки фитна мехоҳад, анамин гуна оятҳоро чӣ кор мекунад? Таъвил мекунад. дар сурате ки таъвили онро касе ҷуз Аллоҳ субҳанаҳу ва таъала намедонад. таъвили ӯро. ваҷҳи далолати аҳли суннат вал ҷамоат ба муҳкамот аз китоби Аллоҳ ва суннати Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам амал менамоянд ва ба муташобиҳот, яъне оятҳое ки муташобиҳ ҳаст, имон меоваранд ва агар дар фаҳми ояти муташобиҳ ба мушкил гирифтор шуданд, ба уламо руҷӯъ мекунанд, бархилофи аҳли бидъат ва залолат, ки пайравӣ аз муташобиҳот намуда муҳкамро тарк, яъне ки бархилофи аҳли бидъат ва залолат, ки пайравӣ аз муташобиҳот намуда муҳкамро тарк менамоянд. яъне масалан анаминҳо ки масалан қалбошон ки каҷ аст, ё ба монанди ашъарӣ мотуридӣ омаданд, оятҳоро таъвил карданд, истиворо истило карданд, таъвилаш карданд. гуфтанд ин ояти муҳкам аст. ягон ҷош муташобиҳ нофаҳмоӣ нест. алистивоу маълум, истиво маълум аст, лекин кайфияташ маълум нест, маҷҳул аст. лекин оё ҳамин кайфияте ки ҳаст, ҳамин кайфият дорад ё надорад? Бале, кайфияташ ҳақиқӣ аст, аммо чӣ гуна буданашро мо намедонем. лекин ҳамин кайфият вуҷуд дорад, мо намедонем. мо фақат имон меоварем, аз кайфияти ӯ суол намекунем. дар ин ҷо ҳадисро меоранд. ан Аишата радиаллоҳу анҳа قالت تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية. رسول الله صلى الله عليه وسلم از عایشه مادرمان رضی الله عنها روایت است که رسول الله صلی الله علیه و سلم همین آیت را تلاوت کردند. فقال فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله
فاحذروهم. حدیثی بخاری است در کتاب تفسیر القرآن، سوره آل عمران، بابی منه آیات محکمات، جلدی جلد 6 صفحه 33. و همچنین در کتاب بینه که به شماری 6567 است. و صحیح مسلم همچنین کتاب علم، باب نهی عن اتباع متشابه القرآن و تحذیر کردن کسی که از او پیروی میکند و نهی کردن از اختلاف در قرآن، جلد 8 صفحه 58 و شماره 2665. و ابن حبان همچنین به شماره 73 جلد 1 صفحه 274. و سنن ابو داود به شماره 4598 و مسند احمد ابن حنبل. خب یعنی حدیث چی است؟ حدیث عایشه مادرمون رضی الله عنها روایت میکنند که گفتند که رسول الله صلی الله علیه و سلم این آیات را تلاوت نمودند و سپس فرمودند هرگاه آنها را دیدی که پیروی می نمایند از آیات متشابه، پس آنها کسانی هستند که الله در حق آنها فرموده است که از آنها برحذر باشید. فهمیده استودید که الله سبحانه و تعالی از این اهل بدعت، از این کسانی که از آیات‌های متشابه پیروی میکنند، از اینها ما رو برحذر داشته ایستاده است. ما رو برحذر میکند که از اینها دور شوید. البته برحذر شدن از اینها در مجلس‌های اینها نبودن و عقیده باطل اینها رو دیده کسی امکان و قدرت دارد، البته علم دارد، اینها رو رد کردن، انکار کردن، باطل اونها رو آشکار کردن است. بله امروز جهمی های زمانه محکم رو ترک نمودند و به متشابهات چنگ زدند و مطابق هوا و هوس خود مخالف فهم سلف صالح سخن گفتند. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند من یعش منکم بعدی فسیری اختلافا کثیرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. این در سنن ابو داود و همچنین مسند دارمی و دیگر از اهل سنن احمد ابن حنبل و معجم الکبیر للطبرانی و دیگرها. انشاءالله شما نظر کنید به این کتاب. هر کسی از شما بعد از من یعنی زنده باشد اختلاف های زیادی رو یعنی میبیند یا که مشاهده میکند خواهد کرد. پس راه و روش من یعنی حدی من، راه و روش منهج من یعنی و خلفای راشدین رو همچنین چنگ بزنید به منهج من و به منهج خلفای راشدین، با دندانهای انمون اشکی که هست به اونها چیکار بکنید؟ محکم بگیرید
یعنی البته که دندانهای اشک میدونید چگونه سخت است. با اونها زمانی که انسان وقتی که میقپد، البته که باز کردن خیلی هم دشوار است و شما را از چیزهای نو پیدا شده، یعنی که بدعت، برحذر می‌دارم و هر چیز نوپیدا بدعت است و هر بدعت ضلالت است، گمراهی است. بناهن مسلمان لغوی شماریدن همه کفار به طور مطلق بدعت مکفره ضلالت و کفر صریح است. یعنی مسلمان لغوی وجود ندارد، مسلمان لغوی نیست. مسلمان لغوی در سلف این گونه اصطلاح نبود. این اصطلاح راسخی، یعنی که مذهب راسخیه جهمیه که از این هم مسلکانش به مانند ابوالغریب و ابوالغربا و ابو ابراهیم و اینها هستند و همچنین دیگر به مانند ابو مسلم و ابو محمد سید افغانی و دیگرش. اینها یک مذهب جهمی نو رو و یک اصطلاحی که در سلف نبود. یک اصطلاح اینها همین است که کفار و مشرکین مسلمان هستند. کفار و مشرکین یهود نصارا مسلمان هستند و مسلمان گفتن اونها در وقت دعوت خیلی هم خوب است. خیلی که اون جهمیچه دیگر غربا است، ابو ابراهیم است، گرفتن در کانال به نام صادقین خیلی بردارش کردن که در کتاب به گفت خودش رد زده است. در اونجا میگوید که طاغوت پرست رو مسلمان گفته خطاب کردن برای دعوت، یعنی از نظر مصلحه خیلی هم خوب است. میگه یعنی اینها برای دعوت عیناً همین عقیده عوزری و جهمی و مدخلی رو میگه. میگوید تو رفته یک قبر پرست رو مسلمان گفته دعوت کنی خوب است یا که مشرک گفته دعوت کنی خوب است. یعنی پس تو مسلمانش گویی چی گفته دعوتش میکنی؟ تو میگویی که قبر پرستی این گناه است یا گناه کبیره است که تو دعوتش میکنی. به همین خاطر اینها عقیده جهمیگی رو همین گونه داخل کرده و یعنی عوزیدگی رو از بین برده ایستادن. به همین خاطر این حکم عاذر المشرک از بین می رود کلا. اگر رفت تو یهود و نصارا یعنی مسلمان لغوی باشن، بعدا اینها یک سوال دیگر رو ایجاد میکنن. او ایستو این مسلمان لغوی گفتنی تو اونها رو تکفیر کردن است یا که تکفیر نکردن است؟ نه، اونها رو تو تکفیر میکنی. تو اونها رو مسلمان لغوی میدونی یا که غیر لغوی. همین چیزها رو در بین مردم ایجاد کرده و پهن کرده، مردم رو به شبهه گرفتار کرده. کمترین شبهه اینها یهود نصارا رو مسلمان گفتن است. در تکفیر یهود نصارا شک است. شک در بین مردم یعنی ایجاد کردن است. عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه میفرماد که حدثنا الاعمش عن حبیب ابن ابي ثابت عن ابي عبد الرحمن السلمي قال قال عبد الله اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم كل بدعة ضلاله. این در کتاب زهد الوکیع می آید و همچنین زهد امام احمد و معجم الکبیر للطبرانی
و همچنین طبقة الحنابلة و شرح اصول اعتقاد اهل سنتی و الجماعه. در اینجا میگویند که عبدالله ابن مسعود که متابعت نماید، اتبعوا یعنی متابعت دیون که اتبعوا پیروی، ولا تبتدعوا و بدعت را انجام ندهید و بدعت نکنید. میگه و تحقیق کفایت شدند با قرآن و سنت و همه بدعت ضلالت است. یعنی قرآن و سنت با فهم سلف این خودش کفایه هست، اما تمام بدعت ضلالت است. خیلی که عبدالله ابن عمر میگویند که کل بدعت ضلاله و ان راء حسنه. یعنی تمام بدعت ضلالت است، گرچنده که اگر انسان ها اگر او را یعنی یک چیز خوب هم بدانند، برای همون الله سبحانه و تعالی این جهالا و این جهمی ها رو الله لایق هدایت باشد هدایتشون کند و از بدعت این امت رو نگه دارد، از بدعتی که اینها ایجاد کردند. اینها یگانه راهی که اینها دارند فقط و فقط توبه است. بجز توبه فقط گمراهی است. باز می آیند چی رو ایجاد میکنند؟ باز آمده چی رو ایجاد میکنند؟ لغوی گفتند، بالاخره به مجازی رفتند، از مجازی به لغوی گشتند، آمده از این آیت به این آیت میپرند، از وی آیت به این آیت. برای چی؟ آیا برای حق بیان کردن؟ نه، برای نفس پلید خود دفاع کردن. از آیت استفاده میکنند برای نفس خود، نه برای حق آشکار کردن، نه برای حق آشکار کردن. پس مسلمان لغوی نامیدن کفار و مشرکین خودش ترک متابعت و ابتداع در دین است. یعنی مسلمان لغوی نامیدن پس چی بوده است؟ این یک بدعت مکفره نوپیدا، بدعت مکفره، ترک پیروی کردن از سنت است و پیروی سنت رو ترک کرده از بدعت پیروی کردن است. برعکس اخبرانی طيب بن أحمد أخبرنا محمد بن حسن قال سمعت عمر بن عبد الله الحربية يقول سمعت أحمد بن الحسن يقول سمعت أبا علي الصولية يقول سمعت شيبان ابن قتادة يقول سمعت أبا حاتم السجستاني يقول سمعت الأصمعية يقول سمعت شعبة يقول كان سفيان الثوري يبغض أهل الأهواء وينهى عن مجالستهم اشد النهی. الله اکبر. در اینجا شعبه میگویند که سفیان ثوری به اهل هوا و هوس بغض داشت و از نشستن همراه آنها به شدت نهی میکرد. و همچنین فضیل ابن عیاض رحمه الله. و این گونه قولها به نهایت زیاد است. و همچنین فضیل ابن عیاض رحمه الله میفرماند که من احب صاحب بدعة
أحبط الله عمله وأخرج نور الإسلام من قلبه. البته از سخنی که سفیان ثوری بود این منبع را نظر میکنید در کتاب ذم الکلام و همچنین و جمع الجیوش علی ابن عساکر و همچنین این چیزی که سخن فضیل ابن عیاض است این هم در کتاب ذم الکلام و همچنین ابانة الکبری لابن بطة و شرح سنة بربحاری و حلیة الاولیاء و طبقات الأصفیاء و تلبیس ابلیس و همچنین تفسیر القرطبی. یعنی منبع ها را خودتون نظر میکنید انشاءالله در کتاب. در اینجا میگویند که هر کسی دوست بدارد صاحب بدعت رو الله سبحانه و تعالی عمل او را نابود میکند و نور اسلام را از قلب او بیرون می نماید. البته اهل بدعت ضررش اینقدر بسیار است که اینقدر اهل بدعت ضلالت اونها که رسول الله صلی الله علیه و سلم به صراحت گفتند که کل بدعت ضلاله و کل ضلاله فی النار، همه بدعت ضلالت است. و صحابگان این رو فهمیدند و عبدالله ابن عمر گفتند که و این را الناس حسنت، گرچنده که این مردم بدعت رو خوب بدانند هم بدعت ضلالت است. و البته تأسیس دهندگان این اعتقاد شیطانی را به شما نام به نام ذکر خواهیم نمود و سخن آنها را نقل خواهیم کرد تا شما اهل توحید آنها را بشناسید و به مکر و فریب این جاهلان که مدعی علم هستند واقع نشوید. این بود تا همینجا. انشاءالله از فردا در بخش اول کتاب داخل میشویم. بعدا با تو الله سبحانه و تعالی به قدر استطاعت انا میخیل کم کم انشاءالله پیش میرویم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.